درود و پیغام های پر از صمیمیت و پر از اخلاصمندی های ما چوپای انداز مخمل نثار قدم مبارک هر کدام شما، پدران، مادران، خواهران، برادران، نفرانی که روزگار به سر دارد در این سرزمین بهتر از جان که نام دارد تاجیکستان و همزمان خوشچین هستید از باغ معرفت، فدایی هستید در راه ادب. در تهیه و در پیشنهاد گروه ایجادی ما هست این لحظه باز یک برنامه نوبتی واژه‌زار معانی و ما گروه ایجادی تمنا داریم که هر کدام شما در آغوش این وطن آزاده، در آغوش این وطن گرم، امن و در این فصل سال خیلی زیبا و طلایی یک روزگار عاری از همه گونه داغ و دردها داشته باشید بسر. خیلی سعادتمند هستیم که در برنامه نوبتی دعوت کردیم چون با کمال احترام و سپاس که ایشان پذیرفتند و آمدند مهمان داریم استاد شاعر عبدالقادر رحیم را که نخست حضور مبارک مهمان را ما از نام همه شما بینندگان بسیار هوشمند برنامه های پرمحتوای تلویزیون سفینه، از نام همه شما خواننده های آفریده های شاعر عبدالقادر رحیم خیر مقدم میگوییم و استاد با خود دستاویز آوردند. با کمال احترام با یک جهان اخلاصمندی ما به شما هم بیننده هوشمند و هم خواننده سختگیر معرفی می‌نماییم. یکی نام دارد ره اشک و دیگر نام دارد گل‌های خودروی و ما مطمئنیم که این آفریده ها واقعا مانند است به یک گلدسته بسیار خوشرو، بسیار خوشبو، معطر و این گلدسته انیق که دسته بسته شده از باغستان سبز اندر سبز، از باغستان پر آب، از باغستان تازه جوان، از باغستان محض تپش اندیشه شاعر و ما صحبت خواهیم داشت در اطراف محتوای همین آفریده ها و ما امید میکنیم که شما از روی محبت، از روی لطف حتما که باز خواهید کرد در دل را به سوی ما و می توانید که بکوشید و بکشاید اسرار محتوای صحبت ما. شما به برنامه ما خوش آمده. صدقه محبتتان، صدقه احترامتان. ره اشک، گل‌های خودروی مبارک باشد این آفریده ها. یعنی که گل خودروی هم دیدنی هست، چیدنی هست، بویدنی هست. اصلا اگر به طبیعت زیبای کشورمون نظر کنیم و خاصه در لب جوی‌ها و در دیگر باغ‌ها گل‌های بسیار خرد هستند، نظر ناگیر می نمایند. اینها گل‌های خودروان بله. ولی طبیعی‌اند، همون خیلی که زیبااند و بسیار دلکشند از خاک می رویند، سینه خاک را می شکافند. ولی باز گل‌هایی هستند که نسبت آنها بزرگتر هستند، نسبت آنها به رنگ هم تفاوت دارند، ولی آنها گل‌های پرورشی هستند، یعنی با اندیشه و ذوق و سلیقه انسان ها این گل‌ها رو آمیخته کردن با چندین گل‌های دیگر. ولی گل خودرو همون خیلی که هست همون خیلی میبراید و در گل‌های خودرو ترانه ها هست که یعنی هر یک ترانه شبیه همین گل‌های خودرو هستند و گل‌های خودرو نگاه نمی کند که برای او جای در کجا است، موافق است یا نه. او میتواند از تگ یک سنگ هم عرضی هستی کند، میتواند در کو هم عرضی هستی کند، در لب جوی‌ها هم، یعنی در هر کجا. ولی این گل‌های آمیخته و سنی که پرورش میکنند مخصوص اونها برای شرایط مخصوص باید باشد. اونها در هر کجا برآمده نمیتوانند. مثل که آنها نازدانند، نازپرورند. بله. ولی این گل‌های خودرو یعنی ترانه همین گونه هستند که مثل گل‌های خودرو در هر دور، در هر فصل یعنی رویدن. بله. سلامت باشید. چرا گل‌های خودروی مثل که خود رو به مکتب خود یاد داده میگویند، خود به خود مختار هستند، خود از سینه زمین سر میزنند، حسن و جمالی که پیدا میکنند از خودشان است، بوی خوشی که دارند از خودشان هست، با اختیار خود حضورشان زیبنده است، با هر جا که اگر هستند واقعا اگر توجه کنیم تاثیرگذار هستند و تاثیر مثبت. و اما چرا اگر انسان به توجه باشد، انسان به توجه ماند مثل گل خودروی، او حضور او
او قدر خوشایند نمیشود وقتی که به کمال میرسد. من فکر میکنم که هر انسانی که اگر مثل گل خضرو هم که باشد و حسن تراوت و زیبایی خاص خود را دارد و هرگز بی توجه نمیماند. اگر به نظر می نماید که بی توجه است، یعنی اون نفر بیننده، عیب در بیننده باید ما جستجو کنیم، نه در یک انسان. می شود که انسان های زیادی از کنار همین گل های خود را بگذرند و زیبایی اون را نبینند. فقط چشم باید، حس باید، درک باید، که فهم باید که این گل های خضرو را بشناسی و بها بدهی. بله، سلامت باشد. کتاب دیگر استاد نام دارد ره عشق. این کدام راه باشد؟ رخساره انسان و یا راه های دیگری که برداشت ذهنی شاعر است؟ در داخل همین کتاب یک شعر است، همین گونه سر می شد: داستان به درازی ره عشق مراست، داستان به درازی ره عشق مراست، که توانم به نگاه هم گویم، دست من کوته نیست، اختیارم به زمان بازی شه نیست. یعنی اگر در نظر میتابد که یک اشکی که بالای مژگان میآید و یا در رخسار میافتد، ره اشک گویا از چشم به همون مژگان است، ولی تو با اشک شدن او از چقدر خون میگذرد، از چقدر وجود میگذرد، چقدر او پخته میشود در اون کارخانه درد، اندوه یا شادی و همه. بعد یعنی اگر بینگریم این راه بسیار راه دور و دراز است و یعنی داستان به درازی ره عشق مراد. و در همین کتاب شعرهایی است که یعنی مؤلف اونم یک راه دور و دراز تخیلی هم است، حقیقی هم است، حسرت هم است، شادی ها هم هست. یعنی به همین خاطر نامگذاری شد از یک عباره همین شعر. بله، سلامت باشید. شما چگونه ایجاد میکنید؟ مثلا اون چیزی رو که میبینید ایجاد میکنید یا اون چیزی رو که دیدن میخواهید میگویید؟ اگر اون چیزی رو که ببینی و بنویسی و اون چیزی که یعنی میخواهی، این یک ایجادی سنی است، ایجادی که در شکل شبلان است و متاسفانه بسیاری از شعرهای ما همین گونه ایجاد میشوند. بله. یعنی یا با وصف یگان نفر، یک نفری که ثروتمند میشود و با یک نفر دست دراز میکند و میبینی که شاعرگدایان همین قدر زیاد عرض هستی و خوشامد میگویند که، ولی شعر اصلا اون چیزی نیست که او را ببینی و یا که نقشه بکشی. شعر باید خودش مثل یک با الهام باید پیدا شود و حتی شاعر نداند که او چی میگوید. و در مورد استعدادهای فطری شخصیت‌های برجسته نیست همین گونه اندیشه دارند که شعر یک یا که الهام است و وقتی که شاعر آن را میگوید ندانسته میگوید. این گپ ندانسته میگوید و وقتی که او ایجاد میکند اکنون بعد کاری مشکلی شاعر ایجاد میشود که یعنی در همون لحظه در همون چی دردها داشت، چی اشکا داشت، چی دیده، ولی دیدنهای پیشتر با او تأثیر گذار البته میشود که البته وقتی که گلی رو نبینی و یا خنده رو نبینی، احساس نکنی و چگونه تو تصویر میکنی و میآید. ولی از افلاطون سر کرده تو به روزگار ما هر شخصیت ها و شاعرای اصیل، ایجادکاران اصیل میگوید که شعر ندانسته ایجاد می شود و اثرهای بزرگ هم همین خیلی است. و تولستوی هم مثلا میگو که من باور نداشتم که قهرمانای من همین خیلی یعنی عرض هستی میکند و باور نداشتم که همین گونه جنبست میشه. بعضی وقت یک طور سخن میآید و طور اون رو الهام میآید و می نویسی که خودت هم اون رو انتظار نداشتی. وقتی که مثلا ابو نواس میگوید که یک شعر دارد، میگوید که با من شراب بده و بگو که این شراب است. میگوید من از نزد یک مدرسه میگذشتم
ва устод аз шогирдон мепурсед ки ин мисраи Абунавос чӣ маъно дорад. хуб кӯдакон 5 сола ё зиёдтар аз ин буданд ва як кӯдак мега гӯш доштам ки ин мисраи ман чӣ гуна тафсир мешавад аз ҷониби кӯдакон, дар баёни кӯдак, дар баёни кӯдакон ва шогирдони мадраса умуман. ва он кӯдак гуфт ки вақте ки мо дар мавриди шароб сухан мекунем ё шаробро мебинем, яъне ба бу эҳсос мекунем, ба машом мерасад, чашм мебинад, даст ламс мекунад, он чӣ ки бечора мемонад аз ин гӯш аст. ва ба ҳамон хотир шоир мегӯяд ки ба ман шароб бигӯ ки ин шароб аст ки гӯшам яъне аз ин шароб роҳат кунад, яъне манфиат бубинад. ва мегӯяд ба ростӣ гӯяндаи ин шеър ман будам, ин мисра ман будам, вале ман ҳеҷ гоҳ дар ин маврид намеандешидам ки ҳамин тафсирро додан мумкин аст. ва дохили мадраса шудам ва он кӯдакро оғӯш гирифтам ва бусидам, гуфтам ки муаллифи ҳамин ман ҳастам, вале ман ба ҳамин маънӣ нагуфтам. ва аслан шеър тавре гуфтам як илҳом аст. ва сар карда гуфтам тавре ки аз Афлотун ва Суқрот ҳам мегӯяд ки ман мегӯяд вақте ки аз шуъаро уҷа дар мавриди табибо аст, омӯзгоро ҳастам, баъд мегӯяд ки ба назди шуъаро рафтам то бифаҳмам ки ин мардум чӣ мардуме аст ва шеъри худашонро чӣ гуна дарк мекунад. вақте ки маънии шеърашонро аз худашон пурсидам, аз барои худо яке агар аз шумо эй мардуми отин агар мебудед ба тафсири он шоирро мешунидед, як кӯдак аз ӯ беҳтар тафсир карда метавонист. ва ман дарёфтам ки шеър ба иртибот ба донишу фаҳмиши он шоир нест, балки як илҳом аст. پس اگر شعر الهام باشد و شما چند مراتب الهام گفتید، انا همین شعر و انا همین الهام که از گلوی شما میگیرد، دم صبح، سر شام، دل شب یا توان به موسم؟ و شخصیت های برجسته در این مورد بسیار اندیشه های جالب عرضه داشتند و اگر با امیدی میگوید آمدن فرشته الهام بنشینی شاید که دیر بیاید، ولی مثل آن پادبان از قفای گوسفند که می رود باید همیشه در دست عصا باید امین الهام را کنی که با تو باشد. یعنی وقت با این خاطر نویسنده ها و شاعرای بزرگ یک وقت معینی را برای خودشون برای ایجاد تعیین میکنند و در همین موارد همیشه الهام می آید. یعنی الهام هم مثل یک پرنده است که الهام حالت حال است. بله حالت حال. همین حالت حال استاد تفسیر شدنی هست، احساس شدنی شاید باشد برای شاعر، دیدنی هست. یک دوست بسیار خوبمان دکتری علمای طب هستند، فارماسیست هستند، داروشناس. بله داروشناس، سفال مصایف است. گفت که بیا یک کار کنیم، من میخواهم که با تو در یک خانه یا 10-15 روز بنشینم، هم وقتی که الهام اومد و تو در مورد ایجاد یعنی میاندیشی و مینویسی، همین لحظه من خون تو را بگیرم و ببینم که خون در حالت الهام چگونه است. او میخواست که همین را بیازماید. بله. من گفتم برادر گرامی سفال جان، وقتی که تو در اون خونه هستی و فرشته وارد نمیشود و وقتی که تو این چنین دست مرا میبندی و او خون میگیری، او میگریزد آخر. وقتی این گونه نیت هست. بله او میگریزد، او الهام میگریزد. و این خیلی نیست که ما بهادور و بیست شما بسنجین. نه این رو نه احساس کرده میشود، نه درک کرده میشود، نه فهمیده میشود. این یک چیزی است که خیلی میآید. حتی شاعر هم اومدنش رو احساس نمیکنه. نه اما از گلویش میدارد که همین چیزا بگو و حتی وقتی که قلم میگیری نمیدونی که چی میگویی. وقتی که ایجاد میشه تموم میشد. و یک شاعر بسیار و عالم بسیار خوبم در کلابات با نام سامی آدینه‌زاده، چشماش نمیدید، از 80 بالا بود و میگفت شعر رو دخترش مینوشتن. وقتی که ما با عیادت او میرفتیم میگفت که بچم همو دفتری سبز بگیر.
وقتی ما میگرفتیم میدونستیم که سفید میخواد که همون شعرش هم ما بخونیم هم خودش گوش کند. بله. بعد میگو که بچم همین شعرهایی که همین خودم گفتم بعضی وقت گوش میکنم حیران میشم، در تعجب میافتم که همین رو من گفته باشم. همین رو من گفت، یعنی حتی باور نمیکند که یعنی که در گرفتار حالت حال که هستند بله وقتی وارسته میشوند بله وارسته میشد و تعجب. بعضی وقت حالتی باز شعرخوانی وجود دارد. اگر در اون حالت شعر گفتن دیگر است، حالت باز خوندن دیگر است. وقتی که یک حالتی همون شعرخوانی موافق نباشد، بزرگترین شعر در نظرت میگویی که نخود همین شاعری بزرگ یک شعر بسیار فحش گفته باشد، یک شعر بسیار سروشه و یعنی باید در این مورد از حالت خودت بیاندیشی. بله. بسیاری شخصیت های برجسته میکنن سخنها را ابراز داشتن و گفتن و مردم تعجب کردن که با این دانش، با این فهمش، با این ایجاد در مورد یک شخصیت بزرگی که اثرهای اثر شعرش را میخواند و بیان داشته. بله. یعنی حالتی یعنی شعرخوانی اون نیست یا بله. درکش نیست. بله بله. استاد عزیز، انسان رو مثلا خواننده رو نسل امروز رو چی میباید، ما رو مثلا چی میباید که فراتر از محدوده زمانی، فراتر از زمان، فراتر از محدوده زمانی و مکانی بود که باید بود، طلب روزگار است، طلب زندگی است. این گونه است که یک اندیشه بسیار جالب است که شاعر اصیل از معنا به واژه ها می رود و نه از واژه ها به معنا. بله. و وقتی که شعر از واژه ها به معنا رفتن باشد، طوری که سنایی میگوید که باز رسم از سخن زیرا که نیست، در سخن معنا و در معنا سخن. او در اون حدی کمال رسیده است. و چرا مثلا ما شعر رو درک نمیکنیم، فراتر از اون نمیتوانیم رفته؟ برای اینکه با خوندن شعر ما رو ناموزاندن که درک شعر چگونه باشد. از جمله روز مولانا بود در اتفاق نویسندگان و قربانی رحمان میخوند تا آغاز همایش ثبتش میرفت و او میگفت که آب در کشتی هلاک کشتی است، آب در دریا با کشتی پشتی است. خب یک شاعری بسیار معروف درباره من گفت که قدر این صوفی ذوق ندارد یا بیت فحش به معنا را میخواند. گفتم میدونی که این بیت از کی است؟ گفت نه، گفتم از مولانا است، در مثنوی است. نه خدا مولانا میخواد بگوید، یعنی اون ظاهری بیت را من درک نکنید چی میخوام مولانا گفتم. بله. مولانا نمیگوید گپ در مورد همون کشتی نیست، یا مثلا در ربوی خلقی سری کوی بلند بود خانه من، خانه و سری کوی بلند نیست آخه، اینجا ابراز است آخه. بله. یا انا کلاه بودم آب شیرین میخوردم، اینجا ابراز است آخه، اینجا همین خیلی نیست یک چیزی مکانی که بله. رفته او آب خورد. یعنی مولانا میخواد، من این را در تفسیر یافتم این بیت که در تفسیرهای هم خود مولانا و هم تفسیرهای دیگر قرآنی که یعنی وقتی که محبت دنیا در دل انسان جا میگیرد، مخصوصا ثروت پول، هلاکت انسان است. بله. وقتی که از آن درست استفاده میشد در بیرون است، یعنی محبت با اون نداری، این برای تو پشتی است. یعنی. بله بله بله. سلامت باشه. شما از باطن انسان گفته در انجام صحبت، ما مثلا چگونه میتوانیم که احساس بودن را در وجود خود پرورش بدهیم، خود را با من باطن خود آشنا بسازیم؟ همون درک است. حتی که ما مثلا تن پرور میشیم یا روح پرور. و یک سخن بسیار بزرگ است که میگه وقتی که شما با آینه مینگرید صورتتون رو میبینید، وقتی که با هنر مینگرید روحتون رو میبینید. یعنی برای دیدن روح، برای درک داخل یعنی زیبا نمودنیان،
باید سعی تلاش کردن هنرمند باید آموختن در کار. حتما این چیز پاکیزگی وجود. ما متاسفانه در مورد آن همین پاکیزگی وجود نمیاندیشیم. با جز این اندیشه ها باید پاک باشد. اندیشه ها پاک باشد برای دولتمون، ملتمون، هر انسانی که در روی دنیا وجود دارد وای برادر خونی و جسمی ما است. برادر، یعنی ما حقوق نداریم. را در همین روحیه ما باید خودمون رو تربیت کنیم. بله. خب برادرای البته خونی و عموما برادرایی که یعنی خلق کرده شده است در نزد خداوند، همه رو خلق کرده. بله. و باز برادرای از یک پدر و مادر میشن، برادرای عقیدوی میشن. یعنی ما انسانی که خودش رو احترام میکند و منزلت انسان رو میدوند هرگز مثلا به انسان نظری پس نمیکند. شاعری کلاسیکی ما چی میگه؟ آمدم به کویت اما به شکار رفته بودی، تو که سگ نبرده بودی به چکار رفته بودی. یعنی من سگ تیم به سگ کجا رفتی شکار. حالا که مثلا انسان شرف المخلوقات است، از همه مخلوقات بزرگترین انسان است. ابر و باد و مه و باران فلک در کارند تو نون به کفاری و به غفلت نخوری. یعنی درک کردن در کار، با اندیشیدن در کار در مورد آسمان ها و زمین ها، اون چی در میان اونها است، اون چی انسان ها است. ولی وقتی که می اندیشی و یک پایه بلند میرسی، ولی حقوق نداری نفری که در او پایان قرار دارد او را تحقیر کنی. اگر میتوانی او را باید دعوت کنی. میکند سیروب در روب استیروب تا کشد لب تشنگان رو سوی آب. در بلندی مثل که به پایان نیز باید نظر کرد. بله او را یعنی میتوانی رو بالا بردو، نمیتوانی تحقیر ممکن نیست. بله بله. سلامت باشید استاد عزیز. شما روزگار را چگونه سمون میدید؟ مجرای روزگار شما چگونه است؟ برای امروز زندگی میکنید یا برای فردا حتما که نقشه ها داره؟ تحریزی شده است چگونه روزگار شما؟ متاسفانه ما همین زندگی رو بسیار نادرست درک کرده ایم. بعضیو مثلا موردی حسرت است که وقتی که آدم کودک است و در خاطر به خاطر آینده میزید، وقتی که به همون آینده میرسه پیر میشود باز برمیگردد که کودک شوم. ما در هر یک روز باید همون روز زندگی کرده توانیم، همون را درست زندگی کرده بتونیم، درک کرده بتوانیم. هم مثلا منفعتش به گذشته میرسد و هم به آینده. ما باید همین روز زندگی کنیم. این برای آینده به کام آینده است. معلوم نیست که او فرا میرسد یا نه. بله بله. سوال آخران استاد عزیز، چون از این زیاد نمیخوایم زامین وقت شما باشیم. عبدالقادر رحیم قانع هستند از مقام انسانی که دارن و از مقامی که ایجادشان دارد در جامعه؟ اگر هر نفری که قانع هستن بگوید اولا دروغ گفته است، و اگر راست گفته است به دنیای خودشان، به فهمیش خودشان، و لکه مرده است، هم در ایجاد و هم در زندگی. بعد که قناعت حاصل شد از چیزی دیگر، رای آینده، رای زندگی پیش، رای ایجاد بسته می شود. و یک چند سال پیش بود یک رفیقم گفت که رفتم با یک آوازخوان خواستم که صحبت کنم برای روزنامه بنویسم. گفتم که من هم خیلی یک نیت دارم، آوازخوان شناخته است ولی هم زنده است. گفت که برای ما دیگه در کار نیست. چی در کار؟ مرا ترغیب میکنی؟ چی در کار با ما صحبت میکنی؟ یک حافظ خلقی بود گرفتم. یعنی او اندیشش همون پویده تمام. ولی البته بعضی میگویند و بعد درک میکنند، باز این خطا رو اصلاح میکنند، اصلاح کردن خودشون و دیدن که نه، هنر مثلا به حدود است، به پایان است. این رو او را هیچ کس ولی نرسیده است. بله. سلامت باشد استاد عزیز، سلامت باشد. واقعا هم حضورتان مبارک باد در برنامه. ابراز اندیشه هایتان تأثیر گذار باد، بکر باد. سلامت باشید، کم نشوید. ما تمنا میکنیم که سرسبز باشید، دور از ملامت باشید،
حلالتون بود استاد در آغوش این وطن آزاده روزگار به سر بردن، از آزادگی ها، از نعمت های وطن بهره برداشتن و برای آلودگی فردایش کوشش کردن، تلاش کردن تا آنجایی که در پنجه قدرت هست، تا آنجایی که امکانیت دست می‌دهد. آغاز صحبت از جانب ما بود استاد و بسیار می‌خواهیم که انجام صحبت از جانب شما باشد با یک شعر ناب، چون شاعر هستید و اگر این لحظه کامی بیننده برنامه ما را، کامی مخلصان آفریده های خود را اگر با شعر تازه ترنمی کنید، ما مثل خود را گناهکار احساس میکنیم. بفرمایید. اولین شعرش که با دست می‌آید باشه، با کمال احترام نامش گوش شناسایی است. شناسایی. با نزاکت های این دریای بی پایان، خدایا آفتاب میل دارد که نشیند، همشب ز آغاز یک انجام میخواهد بیاید. میتوانم درک بنمایم امشب از شبهای دیگر، ماه با ماهی بگوید راز، دور دریا را ستاره چون یتیمان بدهد آواز. میتوانم مشک خود را بیرون از خود روی موج خانه سازم، کودکیم را ز چشم کفک ساحل بر همه دریا بنازم. میتوانم بر مسافر با نگاه راه بنمایم که پیری تا کجا است، هم بهای بی بهایی را بگویم به زبانی که چه رنگ در بهای بی بها است. آه میدانم که رنگ ناتوانی ها سیاه است، لیک میبینم، لیک میگویم زورق از نقره و از بار نقره غرق خواهد شد. ناخدایش دوست می‌دارد که بینم، ناخدایش دوست می‌دارم که گویم، چون در این شب، چون در این دریای بی پایان، نیست چشمی که ببیند، نیست گوش بشنود. با حباب از آشنایی ها چراغ افروختم افسوس، با یک باد از همه بیگانگی ها نیز ماندم. ریگ ساحل را به یاد آوردم و نقش به یاد یادها بستم، از نفس ها با نفس ها باز رستم، پاره پاره هم شکستم، خیش را با خیش از مردان بس آزاد خواندم. دستگیرم آبله در پا و می خوابد کنار راه، بی ودای من جدا گشتم از او تا روز بیداری. گر به خوابش هم بیایم کی مرا دیگر شناسد او، چون نمیداند که دریا چیست، شب چیست، این نوا و این نگاه بوالعجب چیست، اون که پرورده است دریا را به شب کیست. سلامت باشید استادی عزیز، سلامت باشید. برکت در کسب و کارتان، در زندگیتان، در جاه و جلالتان. بار دیگر به برنامه ما خوش آمده. بینندگان بسیار گرامی، در برنامه نوبتی واژه‌زار معانی حضور بسیار مبارک و تاثیرگذار داشتند. ابراز اندیشه های بکر و سازنده بنمودند. مهمان بسیار گرامی قدر شاعر عبدالقادر رحیم که با خود آورده بودند دو آفریده تازه را بار دیگر ما این آفریده ها را به شما نشان میدهیم، معرفی می‌نماییم. یکی نام دارد ره اشک و دیگری نام دارد گل‌های خودروی و ما امید میکنیم که شما هر کدام به حیث وارثان ملت کتابدار، به حیث وارثان ملت کتابخوان حتما کوشش میکنید، جستجو میکنید، کتاب ها را پیدا میکنید تا به خانه میبرید، صحفه میگردانید و از محتوای آفریده های تازه عبدالقادر رحیم برای خود رسوم راستین زندگی را در خواهید یافت. یک زندگی سر تا پا پر سعادت، یک زندگی سر تا پا پر فراغت، یک زندگی سر تا پا پر محبت، یک زندگی پر از وقار، پر از افتخار ملی، پر از خودشناسی ملی نصیب ما و شما. تا دیدارهای بعدی.